سلام بچه ها، امروز اومدیم با هم ارتقا بزنیم و چند تا بازیکن رو مکس کنیم. ببینیم با کدوم بازیکن ها مکس میشن و کدوم نیمه مکس میشه. 17 تا ارتقای وزنه داریم یا همون قلبش برای سرعت و برای ارتقای بالا خوبه. برای ارتقا 12 ارتقا سفید و 5 تا آبی. اول آبی ها رو میزنیم به رودریگو و جود بلینگام میخوره و دوباره میزنیم رونالدو و امباپه ارتقام، رونالدو و دمبله ارتقام میخوره. ماشاءالله. یه ارتقا دیگه آبی. هالند هم میکنه 88 و لواندوسکی میکنه 85. بریم یه ارتقا دیگه آبی بزنیم. اشرف حکیمی و هالند دوباره بهش ارتقا میخوره. بریم یه ارتقا دیگه سفید مونده اونم بزنیم و تموم شه ارتقا سفید. ارتقا سفیدمون تموم میشه. دوباره میخوره با هالند سرعتش 100 میشه. حالا بریم سفید. 12 تا سفید بزنیم. بریم به کیا میخوره. اولیش که میخوره به مسی. حالا میریم دوباره باز ارتقای سفید رو بزنیم و میخوره به وینیسیوس جونیور. دوباره هم 10 تا دیگه ارتقا داریم و میزنیم. 76 به مسی میخوره. دوباره میزنیم به دمبله میخوره. دمبله ارتقا میخوره به بالا میره. یه ارتقای دیگه وینیسیوس جونیور. دوباره 7 تا دیگه ارتقا داریم، همه رو میزنیم امروز. به رودریگو 86 میکنه. دوباره میزنیم. فنداک میخوره و دوباره به مسی میخوره. دوباره مسی سرعتش بالا میره. 4 تا دیگه مونده، 4 تا هم میزنیم و تمام میکنیم. رونالدو به رونالدو میخوره. 80 به سرعتش خورد و دوباره هریکه. چند تا دیگه، 2 تا دیگه ارتقا مونده، اینا میزنیم و یه ارتقای آبی با الماس هم میزنیم. عشق شما. یه ارتقای دیگه میزنیم و بریم سراغ آبی. 2 دیگه. یه ارتقای دیگه آبی به عشق شما. میخواد به میلتاو و سلا. عجب ارتقای خورد. ممنون میشم دکمه سابسکرایب بزنی و لایک این ویدیو. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.